توی ابزارهایی که ما داریم برای کشش یک نرم افزار یک کار خطوط استفاده می‌کنیم منوی کرو. جلسه قبلی با این سه تا ما آشنا شدیم. فهمیدیم با پلی لاین خط شکسته کشیده میشه، با سینگل لاین خط صاف فقط کشیده میشه و با اینترکرو حالت انحنالدار و منحنی کشیده میشه. خب کلا توی اول کار سعی بکن کامند بارتون رو بخونی، نکات رو همه چیز رو ببینید. نگاه، من الان دارم میخوام مربع ایجاد کنم، دقیقاً با نقطه اول وسط مربع رو مشخص کردم و شروع کردم به کشیدن. صفحه مختصات برای ما خیلی اهمیت داره. چه چیزی اهمیت داره؟ شاید مثلا تو روزمره اهمیتش اینجوری نباشه که بگیم فلان کار فلان چیز هستش، ولی برای ما میتونیم تو کار کپی یا هر چیز دیگه باشه. تو این نقطه بهش میگیم اصطلاحاً نقطه صفر و توی اجرا کردنمون میتونیم تو همیشه خدا این وسط انجام بدیم و تمام میرورهامون بر اساس این نقطه صفر یا قرینه کردن هامون یا هر چیز دیگه که یا روتیت کردن هامون رو بر اساس اینجا انجام میدیم. چون بر فرض مثال بگم، حالا نگاه من الان سنتر رو نزدم، کلیک راست زدم، دوباره شماره 4 گوشم رو اجرا کردم. بگم یه مربع به من بده 20 در 15. ببینید 20 در 15. هر خونه از اینا رو من گفتم 5 میده، این خونه بزرگا درسته؟ 4 تا اینوریه، 3 تا هم اینجوریه، 15 20. یعنی من اینجوریه که بهش بگم کلید اول که وقتی که میزنم بگم از این نقطه تا این نقطه سایزش چقدره، میبینید که 29 49. خود تو تا این وسطش هم اگه بخوام بردارم تو صفحه اول همینجا آبجکت این تیک شو سرفیس ایزوکر رو میزنم، دوباره قفلش میکنم. باز میام کلیک راست میکنم، میگم این زل و بر اساس همون رادیوس 3 گرد کن. نگاه ما الان چیزایی که داریم با هم کار میکنیم این جلسه و جلسات هم و 2 جلسه یه جلسه بعدی مبنای بیس اولیه کارمونه. چیزاییه که روزمره همه طراحا استفاده میکنن ولی از بس که استفاده کردن رفته طرف تو ذهنش. اسکیل کردن یعنی کوچیک کردن کار یا بزرگ کردن کار که بهش درصد هم میتونیم بدیم. توی منوی ترانسفورم این دو گزینه اسکیل 2D و اسکیل 1D یکی که اصطلاحا قرار اسکیل بشه یعنی قرار درصد بخوره کوچیک یا بزرگ بشه رو انتخاب بکن. میگیم این آبجکت کلیک راست، میگه آبجکت دیگه هم قرار اضافه بشه، میگیم نه کلیک راست. میگه که از چه جهتی قراره کم و زیاد بشه، یعنی این نقطه اول گذاشتنه برای ما مهمه. اگه مثلا ما بگیم از این نقطه تا این نقطه قراره کم بشه، میبینی که تو همون جهت داره کم میکنه. من میخوام آقا یه ونکلیف کلی اینا رو بکشم. خب من میام چیکار میکنم؟ این زاویه‌مو دارم، میام دستور تریمو میزنم، آبجکتمو مستقیم میدم بهش و فرق حالا فعلا با این گزینه‌ها ما کار نداریم. این خطوط اضافه‌مو پاک میکنم، برش بخوره و کلیک راست میکنم و جوینشون میکنم. دیگه تمام کروام جوین شد و یه خط بسته بهم میده. دیتو میزنم، کپیمو یس میکنم. خب تایپ میکنم، میگم نقطه صفر اینتر، زاویه 90 درجه 180 درجه، میبینید کلیک راست. بعدش میام چیکار میکنم؟ دستور جوین رو میزنم. همه کروام جوین شدن توی یک دونه کرو بسته. آشپزخونه و اینا آره میشه زد. حالا خیلی زوده گفتنش ولی تایپ بکنید دستور تکس. اگر میخوای فارسی تایپ کنی با این کار نداشته باشین، چون ما توی منوی سالید یک دونه تکس اینجا داریم ولی به درد انگلیسی ها میخوره. اگر میخوایم فارسی داشته باشیم اینجا تایپ کنیم تکس و یه نقطه اینجا بزنیم، این صفحه باز میشه. مثلا اینجا بنویسیم مثلا آشپزخانه با سایز 3، چون کلا ماتریکس با فارسی مشکل داره. تازه اینجا اینجوری میکنه، اینو همون اکسپلود رو بزنیم آشپزخانه. من حتی اینجا بخوام فیکس بزنم میبینی که در نهایت وقتی زوم بکنم جابجاست. اسنپ میاد این کمک رو به ما میکنه که وقتی که من این روشن باشه کلیک رو بزنم اتوماتیک نگاه من دارم میام اینجا نزدیک میشم خودش میچسبه. میچسبه و خودش میزنه گزینه اند، یعنی انتهای کارمه. حالا ما چی گفتیم؟ گفتیم میخوایم از نقطه وسط این کارم به اینجا یه خط زاویه قائم داشته باشیم. من میام چیکار میکنم؟ این گزینه میده وسط رو روشن میکنم. میبینی؟ این میده وسط. الان روشن شد. اینجا داره میچسبه.
ولی خودش اتوماتیک از اینجا خودش داره نشون میده من اینجا زاویه قائمته، یعنی نسبت به این زاویه قائم در حال تشکیله. درست؟ دورش رو میخوام این سهم داشته باشم. چه کاری انجام میدم؟ ما روتیت رو یاد گرفتیم. وقتی ما اینو بیایم روتیت بکنیم از نقطه وسط، اینجا چیکار میکنه؟ یک دونه روتیت شدهشو بهمون میده. میبینید قرینه‌شو بهمون نمیده. ما میخوایم شکل قرینه رو داشته باشیم. میام چیکار میکنیم؟ آبجکتمون رو نگه میداریم، دستور میرور که این زاویه است اجرا میکنیم. میگیم از نقطه 0 اینتر تو این زاویه به من یک دونه آبجکت قرینه به من بده. یک دونه توی دایره هم وقتی که بخوام بزنم از نقطه وسط شروع میکنه. توی زیر مجموعه دستوراتم یه گزینه دارم به نام تو پوینت. اینو میزنم از این نقطه به این نقطه. کرو میکشه. اوکی. از همین یه میرر هم پایین درست میکنیم. حالا این گفته که از این نقطه زاویه یکم بالاتر تا اینجا برسه. خط صاف میکشیم یکم اینجا به اینجا. خب یکیش صاف دیگه اینجا باش. یکی اولیه صاف به این نقطه. آره اینجا هستش. حالا اینجا من یادتونه به ما هم یه پوینت رو گفتیم دیگه. ما میتونیم بیایم اینجا پوینت گذاری بکنیم. حالا به هر تعدادی که هستش اینجا بذاریم. همینو مثلا میرورش بکنیم به این سمت. شیفت رو نگه داشتم یه روبروش میرور شد به صورت قائم. و همین دایره ها رو بیایم شروع بکنیم به کشیدن بر اساس تو پوینت. اسنپ اینمون هم روشن. پوینتمون به اینجوری شروع بکنیم به کشیدن. به این صورت. و همینو میایم باز روتیتش میکنیم. کپی یس از نقطه وسط زاویه 90 درجه. میبینید که اینجوری ایجاد شد. حالا من بدون اینکه بشمارم کلیک کردم و سایز ابعاد داشته باشم ولی اینجوری اجرا شد.